در شبی آرام در آریزونای آمریکا یکی از عجایب فناوری امروزی یک خودروی بدون راننده برای آزمایش به جاده آورده شده. خودرو نمیتواند یک عابر پیاده را در مسیر خود شناسایی کند. حسگرها فقط دوچرخه‌ای که اون زن هل میداد شناسایی کردن. بعدش ترمز اضطراری رو توصیه کردن. در یک حراجی مشهور یک پورتری فرانسوی که به وسیله هوش مصنوعی نقاشی شده به فروش گذاشته می شود و در دنیای هنر منازعه بزرگی ایجاد می کند. ولی این که بگیم این نقاشی بدون دخالت انسان کشیده شده بیش از 100 ساده انگاران است. بالاخره یه نفر برنامه رایانه این ترسیمو نوشته. اینها داستان‌های آینده است که داده بزرگ به پشت درهای خانه‌هایمان می‌آورد. تأثیر واقعی پیشبینی‌ها و نظارت‌ها، قدرت هوش مصنوعی و ماشین‌های خودران، خوب یا بد، اسرار داده بزرگ است. اسرار داده بزرگ. در شبی آرام در مارس 2018 خیابان‌های تمپی در آریزونا شاهد یک شگفتی فناوری امروزی و یکی از تاثیرگذارترین دستاوردهای داده بزرگ یعنی خودروی خودران بودند. خودروی خودران یک شرکت تاکسی اینترنتی بود که آزمایش میشد. یه سواری ولوو که با سرعتی حدود 64 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد که کمتر از حداکثر سرعت مجاز در باند چهارم بزرگراه. راننده پشتیبانی ایمنی رافائلا واسکوئز روی صندلی راننده نشسته. این زن گذشته پرماجرایی داشته و تصمیم گرفته زندگی خود را دگرگون کند. او توانست از سیاست شرکت برای فرصت دوباره دادن به افراد نیازمند استفاده کند. کار واسکوئز نظارت بر سفر است. دستها و پاهایش ابزار کنترل خودرو را لمس نمی کنند ولی آماده است که در صورت نیاز اقدام کند. خودروی خودران از یک سیستم پیچیده حسگر استفاده میکنه. داده دوربین ها سیستم لایدار و GPS رو ترکیب میکنه تا تصویری از جهان بسازه و بهترین روش روندن خودروی خودران رو در فضاهای پیش روی خودش تعیین کنه. پس مقادیر زیادی از اطلاعات به یه رایانه که قدرت پردازش بالایی داره تغذیه میشه. الگوریتم های خودران سیستم هر چیزی که خودرو باهاش مواجه میشه پردازش میکنه و از نتیجهش برای پیش بردن خودرو استفاده میکنه. این الگوریتم ها برای یادگیری ماشین برنامه نویسی شدن و در هر لحظه هوشمندتر می شوند، زیرا میلیون ها وضعیت شبیه سازی شده و واقعی را پردازش می کنند. در سال 2016 شرکت آینده ای را تصور کرد که در آن ماشین ها جایگزین راننده های انسان می شوند و آزمایشات خود را با ناوگانی شامل 9 خودروی خودران در آریزونا آغاز کرد. میدونیم که اشتباه انسانی علت خیلی از تصادفاته، بنابراین اونا خودشونو وقف ارتقای ایمنی برای خودروهای خودران کردن. خودروی خودران درست کار می کند تا اینکه فردی ناگهان در دل تاریکی ظاهر می شود. یک زن داشت در مسیر ولوو یه دوچرخه رو به اون طرف جاده هل میداد و خودرو به دلایلی توقف نکرد. توضیح این اشتباه در فناوری پیشرفته ای نهفته که در خودروهای خودران هر ثانیه هزاران عملیات انجام می‌دهد. داده حسگر خودرو حقیقت غافلگیر کننده ای را آشکار می‌کند. خودروی خودران به دلایلی هرزبرگ را به عنوان یک عابر پیاده شناسایی نکرده بود. تقریباً 6 ثانیه پیش از تصادف این زن دست کم 8 بار در طبقه بندی عابر شناسایی و سپس از آن طبقه بندی خارج شده بود. رادار و لایدار اول اونا یه خودرو و بعد یه شیء ناشناس و دوباره یه خودرو تشخیص دادن و در نهایت به عنوان یه دوچرخه تشخیص دادن که در مسیر ماشین قرار گرفته. مشخص شده که اشتباه در الگوریتم اتفاق افتاده. مهندسان سیستم خود را طوری برنامه‌نویسی نکرده بودند که افرادی که به طور غیر مجاز از خیابان عبور می‌کنند را شناسایی کند. فقط افرادی که از خطوط عابر عبور می‌کنند عابر تشخیص داده می‌شوند و هرزبرگ روی خط عابر نبود. حسگرها فقط دوچرخه‌ای که اون زن هلش میداد و شناسایی کردن و فقط توصیه کردن ترمز گرفته بشه. ترمز گرفتن در ماشین‌های خودران همیشه اهمیت ویژه‌ای دارد و این حاصل یکی از سیاست‌های کاری شرکت است. خودروهای شرکت چیزی موسوم به رفتار متغیر خودرو رو تجربه می‌کردن. عبور شیئی کوچیک مثل پرنده از جاده برای فعال شدن ترمز کافیه. این وضعیت سواری رو برای خیلی از مسافران ناراحت کننده میکرد، پس اونا یه راه حل پیدا کردن. ولی شرکت در همه خودروهای خودران خودش سیستم ترمز خودکار رو غیر فعال کرد. پس فقط متصدی ایمنی میتونه در وضعیت اضطراری ترمز بگیره. غیر فعال کردن سیستم ترمز خودکار در یک ناوگان کامل از خودروها، حتی اگه براش دلیل خوبی داشته باشین، خطر زیادی به دنبال داره. پرسنل وضعیت‌های اضطراری نتونستن اون زن رو نجات بدن و الین هرزبرگ اولین عابر پیاده‌ایه که در تصادف با یه خودروی خودران کشته شده.
واسکوئز که هیچ صدمه‌ای ندیده بود در صحنه تصادف موند. گفت در لحظه تصادف حواسش به واسط کاربری خودرو بوده و اون زن رو به موقع ندیده. به محض دیدنش ترمز گرفته ولی دیگه دیر شده بود. پلیس تخمین میزند که الین هرزبرگ 6 ثانیه پیش از تصادف در جاده دیده شده، اما سوال اینجاست که چرا حسگرها عبور او از مقابل خود را تشخیص ندادند تا سیستم ترمز را فعال کنند. در تصادف یک خودروی خودران پیدا کردن مقصر خیلی سخته. ممکن اشکال از سخت افزار، نرم افزار یا یه خطای فنی دیگه باشه و البته عنصر انسانی هم مطرحه. با ادامه تحقیقات درباره مرگ الین، مقامات یک حقیقت جالب دیگر را کشف کردند. یکی از کارکنان سابق 5 روز قبل از حادثه به کارکنان ارشد هشدار واضحی داده بود. یه مدیر عملیات برای مدیران مختلف شرکت نامه استعفاشو ایمیل کرده بود. نوشته بود خودروهاشون به طور منظم در معرض خطر تصادف قرار میگیرن. نوشته بود در هر 24,000 کیلومتر تصادف میکنن. او 1 ماه قبل از مرگ هرزبرگ نوشته بود که خودروهای شرکت تقریباً هر 1.5 روز تصادف می‌کنند. همچنین نوشته بود آموزش بد و مهارت پایین راننده‌های ایمنی علت این تصادفات است. سپس پلیس شروع به بررسی نقش راننده ایمنی رافائل واسکوئز کرد و مدارک غافلگیر کننده‌ای به دست آورد. فیلم داشبورد خودرو داستان آزاردهنده‌ای را روایت می‌کند. بعد از تحلیل دقیق مقامات متوجه شدند که در 1/3 طول مسیر واسکوئز به جای زیر نظر گرفتن جاده و وضعیت خودرو داشته به پایین و راست نگاه می‌کرده. احتمالاً داشته به موبایلش طی تحقیقات موبایل واسکوئز همه چیزای لازم رو به پلیس نشون داد. اون در زمان تصادف در گوشی خود یه نمایش رو تماشا می‌کرده و حواسش اصلاً به جاده نبوده. این یک کشف حیرت انگیز است، ولی بعضی معتقدند که رفتار رافائل واسکوئز تنها عامل وقوع تصادف نبوده. شاید عوامل پنهان دیگری در فناوری خودروی خودران بخشی از علت حادثه باشد. حواس پرتی اون غافلگیر کننده نیست و تقریبا عادیه. بهش میگن خودخوشنودی اتوماسیون. موقع کار افراد با سیستم های اتوماتیک اتفاق میفته. اونا توجهشون به وقایع ثانیه به ثانیه از دست میدن. این افراد در شیفت های یک نواخت تکراری کار میکنن. انتظار دارن مشکلی ایجاد نشه، چون در حدود 100% موارد مشکلی ایجاد نمیشه. پس به طور طبیعی دقتشون رو از دست میدن و توجه نمیکنن. مقامات متوجه شدند که بخش خودروهای خودران شرکت در آموزش و نظارت بر راننده‌های پشتیبان موفق عمل نکرده و این نیز یکی از عوامل نتیجه مصیبت بار بوده. این سوال ایجاد میشه که در مرگ الین هرزبرگ انسان مقصره یا ماشین؟ رسانه‌ها شروع به بحث درباره این حادثه غم‌انگیز می‌کنند و شهروندان آریزونا می‌خواهند خودروهای بدون راننده از جاده‌ها برداشته شوند. شرکت توسعه فناوری ویمو هدف گرفته می‌شود. بحث درباره حادثه مردم رو عصبانی کرده بود. در شهر چندلر ونهای خودران سفید رنگ ویمو بارها مورد حمله قرار گرفتن. به اونا سنگ پرتاب میشد و بارها سعی شد که اونا رو از جاده بیرون بندازن. خشم به اقدام تبدیل شد. لاستیک ها رو پنچر میکردن. حتی یه بار راننده پشتیبان با اسلحه تهدید شد. ولی نمایندگان ویمو اصرار دارند که خودروهای خودران آنها ایمن هستند. آنها تا اوایل سال 2020 32 میلیون کیلومتر در جاده‌ها رانده شدند. در 119,000 کیلومتر از آن خودرو هیچ راننده یا متصدی نداشته. چندین تصادف داشتن ولی تلفات نداشت. این خیلی خوبه، چون میدونیم که در هر 160 میلیون کیلومتر یک مرگ ناشی از رانندگی انسان رخ میده. تسلا با 2 پرونده مرگ جداگانه مواجه است. در آنها راننده‌ها هنگام حادثه خودرو را روی وضعیت رانندگی خودکار قرار داده بودند. سیستم رانندگی خودکار یه سیستم خودران کامل نیست. یه جور کمک به راننده است که در حضور اون گاز میده، ترمز میگیره و فرمان میده، ولی در اصل ماشین رو نمیرونه. مشکل اینه که به جای تمرکز بر جاده، راننده ها بی‌حوصله و بی احتیاط میشن و این باعث تصادف میشه. این نیز یکی از خطرات خودخوشنودی اتوماسیون است. از سال 2016 دست کم 10 نفر در 8 تصادف هنگام رانده شدن خودروهای تسلا به شکل خودکار کشته شدند. بحث و منازعه درباره خودروهای خودران خیلی پیچیده است. به تصمیمات اخلاقیمون موقع رانندگی فکر کنین. فرض کنین یه خودروی خودران باید بین رفتن به پیاده‌رو و زیر گرفتن یه عده آبر و نجات سرنشینان خودش از برخورد با مانعی در جاده یکی رو انتخاب کنه. مقامات آریزونا شرکت تاکسیرانی را از اتهامات تبرئه کردند، ولی آزمایش خودروهای خودران شرکت در جاده ممنوع شد. رافائل واسکوئز به اتهام قتل از روی بی‌توجهی بازداشت و محکوم شد. تردیدی نداریم که جایگزینی خودروها و کامیون‌های امروزی با خودروهای خودران مزایای خاصی داره. یکی از بزرگترین قابلیت‌های رشد در بخش حمل و نقل عمومیه.
متروها، قطارها و اتوبوس‌ها ممکنه همگی به وسیله خودروهای خودران جایگزین بشن. همکنون پروژه‌های متعددی در حمل و نقل عمومی فاقد راننده یا متصدی در سراسر جهان در حال آزمایش و اجراست. ولی بعضی از آنها مجادله آمیز شدند. در زمان حادثه منجر به مرگ الین هرزبرگ، اعتماد به خودروهای خودران در سراسر جهان در حال افزایش بود، ولی این حادثه سایه‌ای سنگین روی این صنعت افکند. بسیاری معتقدند که ضعف‌های ایمنی هنوز باید رفع شوند. بازار خودروهای خودران یه جبهه جدیده. انتظار میره که این بازار تا سال 2026 به 64 میلیارد دلار برسه، یعنی هر سال 22% رشد داره. و شرکت‌های تاکسیرانی فقط یک سری از کاربرانی هستند که برای رسیدن به بازار جهانی خودروهای خودران رقابت می‌کنند. خودروسازان قدیمی مانند جنرال موتورز، فورد و ولوو سعی دارند وارد عرصه‌ای شوند که زمانی فقط قلمروهای غول‌های فناوری بودند. در مارس 2018 اعتماد به خودروهای خودران در سراسر جهان بالا رفته بود، ولی در نتیجه حادثه منجر به کشته شدن الین هرزبرگ انتقاد به این فناوری افزایش یافته و افراد بسیاری معتقدند که ضعف‌های موجود در ایمنی و کارایی این خودروها باید رفع شوند. هرچی شهرها متراکم‌تر میشن، مشکلات ایمنی با خودروهای خودران بیشتر میشه. هنوز خطرات حل نشده زیادی باقی مونده، مثل وضعیت جوی نامساعد. یه خودروی خودران وقتی برف یا باران قابلیت حسگراش برای دیدن علائم و خطوط بین لاینا رو از بین میبره، چطوری خودش رو هدایت میکنه؟ ولی یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی شرکت‌های فناوری و خودروسازان این است که آیا خودروهای خودران زمانی خواهند توانست بدون هر نوع دخالت انسانی درست و ایمن عمل کنند؟ اگر داستان غم‌انگیز الین هرزبرگ نشانه ای از این مشکلات باشد، تا رسیدن به این مقصد مسیری طولانی در پیش داریم. اسرار داده بزرگ. نیویورک مرکز دنیای هنرهای معاصر است. در حراجی مشهور کریستی در منهتن یک پورتری عجیب قرار است به فروش گذاشته شود. این اثر شوک بزرگ در جامعه جهانی هنر ایجاد کرده. به نظر من که یه اثر حیرت انگیزه. عجیبه، چون نمیشه گفت که یه پورتره به سبک اساتید قدیمیه. ویژگی‌های صورت سوژه مبهم و درهمه و یه جورایی ناتمام به نظر میاد، چون بخشای بزرگی از بوم خالی مونده. یک گروه ساکن پاریس به نام آبویوس اثر را خلق کرده. این گروه از 3 مرد فرانسوی 20 و چند ساله تشکیل شده: هوگو کاسل دوپره، پیر فوترل و گوتیه ورنیه. هیچ یک در دنیای هنر شهرتی ندارند. یه نکته جالب درباره این فروش اینه که پورتره قبلا در نمایشگاه‌ها یا گالری‌ها نمایش داده نشده بود. خیلی عجیبه که یه نقاشی دیده نشده در یه حراجی برای فروش گذاشته بشه. حدس میزنم گروه آبویوس عمدن خواسته با پنهان نگه داشتن نقاشی تا زمان رونمایی در حراجی کریستی دنیای هنر را شوکه کنه. روی یک برچسب روی دیوار نام سوژه ادموند دوبلامی معرفی شده. به نظر میآید که یک کت پشت بلند سیاه به تن دارد و یقه پیراهنش سفید است. این نشان میدهد که ممکن است فرانسوی باشد، شاید فردی مذهبی بوده. حدس میزنم فرد مهمی بوده، ولی اسم ادموند دوبلامی برام آشنا نیست. شاید ناآشنا بودن ادموند دوبلامی دلیلی داشته باشد. او هرگز وجود نداشته. در گوشه پایین سمت راست پورتره یک معادله ریاضی به عنوان امضا با حروف شکسته سبک گالی ترسیم شده. این امضا یه بخش از کد رایانه‌ای و بخشی از یه الگوریتمه. پورتری ادموند دوبلامی قرار است به عنوان اولین اثر هنری تولید شده به وسیله هوش مصنوعی فروخته و تاریخ ساز شود و در این فرایند شاید درک ما از هنر در قرن 21 را تغییر دهد. بعضیا در عرصه هنر خوششون نیومد وقتی دیدن یه نقاشی تولید شده با هوش مصنوعی قرار فروخته بشه، اونم در حراجی کریستی که قدیمی ترین و معتبرترین حراجی هنرهای زیبا در جهانه. پذیرفتن اثر گروه آبویوس مطمئناً در بالاترین سطح جامعه هنری بحث و جدل زیادی ایجاد کرده. بعضی افراد میپرسند اگر این پورتره به دست انسان نقاشی نشده، آیا هنوز یک اثر هنری است؟ سوال جالبیه، ولی این که بگیم اثر بدون هیچ دخالت انسانی خلق شده یه برداشت ساده انگاران است. یه نفر برنامه خلق کننده اونو نوشته. گروه آبویوس معتقد است که خلاقیت فقط منحصر به انسان‌ها نیست. این گروه این پورتره را با یک مدل یادگیری ماشین موسوم به شبکه مولد رقابتی یا گان خلق کرده. گان از 2 شبکه عصبی استفاده میکنه. اونا با هم رقابت میکنن تا ببینن کدوم یکی در کار تعیین شده بهتر عمل میکنه.
این دو شبکه عصبی به نامهای تولید کننده و تفکیک کننده شناخته می شوند. وظیفه تولید کننده تولید خروجی هایی است که باعث می شود تفکیک کننده نتواند تفاوت آنها را از داده واقعی تشخیص دهد. تفکیک کننده سعی دارد خروجی های هوش مصنوعی را تعیین کند. یه بازی یه طرف است که برد یه طرف معنی شکست طرف مقابله. اینجا هم نتیجه اصلا مشخص نیست. این کار یک حلقه بازخورد ایجاد می کند و سرانجام تولید کننده شروع به ایجاد خروجی برتر می کند. تفکیک کننده نیز با دریافت داده تولید شده هوش مصنوعی سازگارتر می شود. اینو یه جاهل اسکناس تصور کنید. سعی داره کارمند بانکو فریب بده. اگه جاهل به دام بیفته در تولید اسکناس‌های جعلی بهتر، ماهرتر میشه. ولی همزمان کارمند بانک هم در شناختن اسکناس جعلی بهتر و بهتر میشه. و این مسابقه تسلیحاتی تکامل یابنده شروع میشه. به تدریج تولید کننده داده‌های مصنوعی تولید می‌کند که می‌توانند تفکیک کننده را در تشخیص فریب دهند. برای گروه آبویوس این موضوع دلیل خلق پورتری ادموند دوبلامی بود. گروه آبویوس 15000 پورتره از قرن 14 تا قرن 20 به الگوریتم گان تغذیه کرد. شبکه مولد قواعد پایه پورتره رو یاد گرفت. مثلا میدونست همه پورتره‌ها دهان، بینی و 2 چشم دارن. شبکه بر اساس این قواعد شروع به تولید عکس‌های جدید کرد. شبکه تفکیک کننده عکس‌ها را بررسی می‌کند و سعی دارد پورتره‌های مناسب برای مجموعه داده و موارد مصنوعی تولید شده توسط تولید کننده را حدس بزند. با موفقیت تولید کننده در فریب دادن تفکیک کننده فرایند کامل می‌شود. در این لحظه برنامه آبویوس میتونه بهترین نمونه ها رو انتخاب کنه. فکر میکنم اونا از پورتری ادموند دوبلامی بیشتر از بقیه خوششون اومد. تخمین زده می شود که این پورتره در حراجی به قیمتی بین 7 تا 10,000 دلار فروخته شود. ولی با شروع ارائه پیشنهادات مشخص شد که علاقه به این شکل هنری جدید بسیار دست کم گرفته شده. خلاقیت هوش مصنوعی همچنین باعث تجربه این فناوری در سایر عرصه‌های هنری شده. اواخر سال 2010 ربات ایدا با تبدیل به اولین ماشینی که در مقابل مخاطبان خود با استفاده از الگوریتم‌ها شعر سروده تاریخ ساز شد. به این ربات شعر حماسی دانته کمدی الهی تغذیه شد و الگوریتم‌ها الگوهای زبانی رو ارزیابی کردند و با استفاده از پایگاه داده لغات شعر جدیدی سرودند. ایدا می‌تواند در 10 ثانیه 20,000 لغت تولید کند. این لغات به وسیله مدل زبانی هوش مصنوعی آن تولید می‌شوند. آرام گریستم در صحنه آمدم. خیلی خوب، داره نگران کننده میشه. و تاثیر هوش مصنوعی در هنر فقط به لغات محدود نمی شود. صنعت موسیقی نیز این تاثیر را احساس کرده. داریم نوعی از هوش مصنوعی رو میبینیم که موسیقی تولید میکنه که نمیشه اون از موسیقی ساخته انسان تشخیص داد. در سال 2019 غول فناوری چین هواوی قصد داشت فناوری خود را در گوشی‌های موبایل خود نمایش دهد. بنابراین تصمیم گرفت کار جالبی انجام دهد. یکی از بزرگترین قطعات موسیقی تاریخ را با استفاده از هوش مصنوعی تنظیم کرد. سمفونی 8 شوبرت یکی از مهمترین آثار این موسیقیدانه، ولی به دلایلی اونو تمام نکرد. به کمک آهنگساز لوکاس کانتور هواوی قصد داشت به یک سوال جواب دهد: اگر شوبرت 2 بخش آخر را کامل می‌کرد چه چیزی شنیده می‌شد؟ این موسیقیدان 2000 قطعه برای پیانو تنظیم کرده. قطعات به شکل داده به واحد پردازش عصبی دوقلو تغذیه شد. سپس هوش مصنوعی نوت‌ها، گام‌ها و ضرب‌هایی را که شوبرت آنها را در سمفونی‌های خود ترجیح می‌داد تحلیل کرد. سپس برای این اطلاعات ملودی تولید کرد. برای افرادی که درباره موسیقی بودن یا نبودن اثر ابداع شده توسط هوش مصنوعی بحث می‌کنن، میشه گفت که موسیقی هم در اصل یک کد یا برنامه است. ولی الگوریتم‌ها نمی‌توانند از هیچ هنر خلق کنند و هنوز باید توسط انسان‌ها راهنمایی شوند. شرکت آبویوس برای پورتری ادموند دوبلامی باید تصمیمات خلاقانه‌ای می‌گرفت و نتیجه تولید شده به وسیله هوش مصنوعی را نمایش می‌داد. هوش مصنوعی مجموعه از مراحل تعریف شده توسط یک مجموعه قوانین را اجرا می‌کنه، ولی انسانی که باید ارزش یا عدم ارزش موضوع تعیین کنه. در حراجی پورتری ادموند دوبلامی ارزشمند شناخته شده. 4 پیشنهاد رقیب وجود داره، یکی آنلاین از فرانسه، 2 تا تلفنی و یکی حضوری در نیویورک. با شروع حراجی ابروها در جامعه هنری بالا می رود. بعضی افراد شوکه می شوند وقتی می بینند یک اثر خلق شده با رایانه توجه فراوانی جلب کرده، آن هم در حالی که بسیاری هنوز پورتری ادموند دوبلامی را یک اثر هنری نمی دانند. این اثر هنریه؟ فکر میکنم این به تعریف افراد از کلمه هنر بستگی داره. بیشتر هنرمندا میگن هنر روشیه که انسان با اون یه مفهوم یا احساس رو بیان میکنه.
با این تعریف هنر خلق شده به وسیله هوش مصنوعی هنر محسوب ولی نمیشه. مگه هنر خلق زیبایی در چشم مخاطب نیست؟ این اثر نوعی عکس العمل در مخاطب ایجاد میکنه، پس این میتونه هنر باشه. و کی تصمیم میگیره که چیزی هنره یا هنر نیست؟ من میگم مجموعه های داده و الگوریتم ها ابزارن، درست مثل رنگ و بوم. هنرمند با اونا کار میکنه و تصمیمات خلاقانه میگیره. منتقدان میگویند اثر شرکت آبویوس فاقد قصد هنری به عنوان یکی از سنگ بناهای بیان هنری است. وقتی هنرمندا جنبه‌های یه سوژه رو تغییر میدن، این کار عمدی و دارای هدفه. ولی در پورتری ادموند دوبلامی هوش مصنوعی چیزی خلق کرده که فکر میکنه شبیه به چهره انسانه. به بیان ساده، هوش مصنوعی کاملا موفق نبوده. افراد بدگمان به این عرصه خلاقانه جدید منحصر به دوران ما نیستند. عکاسی نیز به عنوان یک هنر در اولین روزهای خود معیوب نبود، زیرا از یک ماشین حاصل شده بود، ولی اکنون یک عنصر حیاتی و محترم در دنیای هنر است. تغییر خیلی سخته. مردم از پدیده‌های جدید میترسن، به خصوص چیزایی که کامل درکش نمی‌کنن. پذیرفته شدن در جریان اصلی تنها چالش پیش روی یک هنرمند هوش مصنوعی نیست. موضوع اعتبار هنری نیز اهمیت دارد. شرکت آبویوس حتی الگوریتم مورد استفاده برای نقاشی پورتری ادموند دوبلامی را ننوشته. الگوریتم توسط یک هنرمند پیشتاز به نام رابی بارات نوشته شده. پیکرها و مناظر تولید شده با الگوریتم‌های او مورد استقبال جامعه هوش مصنوعی قرار گرفت. بارات کد خود را در اینترنت به عنوان یک کد منبع باز مجانی به اشتراک گذاشته. اونا برنامه رو ننوشتن و مجموعه داده اون پورتره‌های قدیمی صدها سال پیش بودن و کار اصیل محسوب نمی‌شدن. پس اونا چه مشارکتی در این فرایند داشتن؟ آبویوس استفاده از الگوریتم‌های بارات را انکار نمی‌کند، ولی مدعی است که برای کسب نتیجه مورد نظرش آنها را تغییر داده. در پاسخ به این ادعا، تام وایت، یک هنرمند هوش مصنوعی اهل نیوزیلند، از الگوریتم‌های بارات برای خلق مجموعه پورتره‌های خودش استفاده کرده. نتایج شباهت زیادی به اثر آبویوس دارند. سوال این است که چه مقدار الگوریتم را تغییر داده. موضوع اصلی این بحث تعریف حق تألیف و مالکیته. چنین موردی پیچیدگی زیادی داره. اگر از کد بارات استفاده کردن، بارات نباید مثلا در حراجی سهمی داشته باشه؟ تصاحب چیزیه که همیشه در دنیای هنر اتفاق میفته. نویسنده ها از سبک سایر نویسنده ها الهام میگیرن، خواننده ها آهنگای دیگران رو بازخوانی میکنن. این بخشی از بازیه. بارات از گروه آبویوس ناراحت نیست. هر چه باشد او کد آماده را مجانی در اینترنت قرار داده، ولی او از خود پورتری انتقاد میکند و در این راه تنها نیست. خیلی از هنرمندا گفتن این اثر مشکلات فنی داره. ترکیب بندی سوژه رو در سمت چپ و بالا قرار داده و اشکالات زیادی داره که باعث میشه اثری نیمه تمام به نظر بیاد. شاید این نقصا هدف این اثر بوده. این یه سبک بصری جدیده که با همکاری نقاش و ماشین و به شکلی بی سابقه خلق شده. پس از 7 دقیقه ارائه پیشنهادات هنگام پایین آمدن چکش حراجی کریستی، پورتری ادموند دوبلامی به قیمت حیرت انگیز $432,000 به یک پیشنهاد دهنده تلفنی ناشناس فروخته می شود. تقریباً بیش از 40 برابر قیمت تخمین زده شده. خوشمان بیاید یا نه، هنر تولید شده با هوش مصنوعی وارد صحنه جهانی شده. این پول خیلی زیاده، به خصوص وقتی میدونیم گروه آبویوس تا قبل از اون در دنیای هنر ناشناخته بوده و اونا حتی طبق تعریف سنتی اصلا هنرمند نیستن. این فروش عرصه هنر را شوکه می کند، ولی در آینده شاید این فروش یکی از نقاط سرنوشت ساز هنر در قرن 21 شناخته شود. این اثر مفهوم هنر را تغییر داده. درباره این نوع هوش مصنوعی خلاقانه 2 بحث وجود دارد. گروهی تصور می کنند که خلاقیت ما را نابود می کند و گروهی می گویند این عرصه پیشرفت خواهد کرد. فناوری تقریباً هر صنعتی رو تغییر داده. چرا باید دنیای هنر از این تغییرات مسئول بمونه؟ اگه هنرمند یاد بگیره که با استفاده از فناوری هنر خلق کنه و فناوری نوعی وسیله تقلب نباشه، به نظر من این یه تهدید محسوب نمیشه. ولی افرادی هشدار دهنده وجود دارند که میترسند در آینده رایانه‌ها رمان‌هایمان را بنویسند، آهنگ‌هایمان را بسازند و نقاشی‌هایمان را بکشند. نتیجه نابودی خلاقیت انسان خواهد بود. سایرین اما مخالفند. موضوع اینه که حتی بهترین هوش مصنوعی نمیتونه غریزه انسان برای الهام گرفتن از محیط و استفاده از خلاقیت برای خلق هنر رو بازسازی کنه. ولی این یه ابزار جدید هیجان انگیز برای هنرمندانه. اینطوری میتونیم یه رسانه کاملا جدید داشته باشیم.
همیشه افرادی به اعتبار آثار هنری خلق شده با هوش مصنوعی بدگمان خواهند بود. آنها اساساً اعتبار این آثار را به عنوان اثر هنری زیر سوال میبرند. به قول اندی وارهول که خودش و خیلی از هنرمندا از گفته مارشال مکلوهان وام گرفتن، هنر چیزیه که میتونی با اون فرار کنی. از ابیات خود به بالا نگاه کردیم، مانند اثرای چشم بسته بیرون رفتیم تا دنبال نور بگردیم، ولی هرگز نیامد. یک نخ و سوزان لازم است برای تکمیل این عکس. اسرار داده بزرگ. یک زن ژاپنی 60 و چند ساله در مؤسسه علوم پزشکی دانشگاه توکیو قرار ملاقات دارد. اینجا پیشرفته ترین مرکز تحقیقات پزشکی و علوم زیستی کشور است. به تازگی نوعی کمیاب از سرطان در او تشخیص داده شده. نامش لوسمی حاد مغز استخوان است. از مغز استخوان آغاز می شود و به سرعت به جریان خون و سایر اعضای بدن گسترش پیدا می کند. اگر درمان نشود ممکن است کشنده باشد. متاسفانه درمانهای قبلی پزشکان از جمله شیمی درمانی کاملا ناموفق بودند و فایده‌ای نداشتند. نمیدونستن چرا به درمان جواب نمیده. روند بهبود اون زن بسیار کند بود و پزشکان مستحصل شده بودند. اگر متخصصان این مرکز راه حلی پیدا نکنند، این زن مجبور به تحمل درد بسیاری خواهد بود. زمانی بیمارستان با استفاده از هوش مصنوعی بیماری‌ها را تشخیص میداد. آنها از یک برنامه هوش مصنوعی توسعه داده شده به وسیله IBM موسوم به واتسون استفاده می‌کردند. یه فناوری جدید هیجان انگیز که آزمایش شده. امیدوارن که پزشکا بتونن با اون بیمارا رو درمان کنن. واتسون به یه پایگاه داده بزرگ حاوی 20 میلیون مقاله تحقیقاتی دسترسی داره که اطلاعات عظیمی درباره سرطان‌های مبتنی بر ژن ارائه میده. بیمارستان از همین هوش مصنوعی برای بیماری خونی با نرخ موفقیت 80% در شناسایی علل بیماری استفاده کرده. برای اینکه هوش مصنوعی مانند واتسون کار کند، باید اطلاعات زیادی تجزیه و تحلیل شود. این اطلاعات شامل سابقه پزشکی بیمار، عوارض جاری و نظرات پزشکان سابق است. این اطلاعات سپس با داده‌های سرطان شناسی تطابق داده می شود. سپس تشخیص انجام و روش درمانی مناسب پیشنهاد می شود. و این کارو خیلی سریع انجام میده. میتونه 200 میلیون صفحه اطلاعات رو روی 100 سرور در مدتی بسیار کوتاه بخونه و تحلیل کنه. در دهه گذشته سیستم‌های پیشرفته یادگیری ماشین به بخشی مهم از سیستم‌های درمانی سراسر جهان تبدیل شده. این سیستم می‌تواند کارهای دشواری را انجام دهد که زمانی فقط بهترین متخصصین توان انجامش را داشتند. این سیستم ها فقط داده خام و بررسی و تحلیل نمی کنن، از اون یاد میگیرن و به تدریج باهوشتر میشن. حیرت انگیزه. اونا میتونن در تشخیص بیماری‌ها بسیار موفق عمل کنن. در بسیاری از واحدهای ICU از هوش مصنوعی استفاده می شود. هوش مصنوعی در زیر نظر گرفتن و درمان بیمارانی که وضعیت بالقوه مرگبار دارند کمک می کند. همچنین از آن در بخش رادیولوژی برای کمک به متصدیان سونوگرافی و برنامه ریزی برنامه درمان دارویی مناسب استفاده می شود. در سال 2015 یک زن کانادایی به اسم کریستا جونز به علت ابتلا به نوعی کمیاب از سرطان باید هر دو سینه خود را برمی داشت. از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پیدا کردن جای غدد قبلی استفاده شد و به این ترتیب از جراحی دشوارتر نجات پیدا کرد. او اکنون سالم است. چون این نمونه‌های دلگرم کننده است، ولی بعضی افراد میگویند هنوز مدرک محکمی بر تأثیر هوش مصنوعی در درمان بیماری‌ها به دست نیامده. هوش مصنوعی میتونه میلیون ها داده پزشکی و بررسی و تحلیل کنه. هیچ پزشکی یا حتی هیچ گروه پزشکی توان این کارو نداره. محققان دانشگاه استنفورد متوجه شدند که در بیماران ویزیت شده هوش مصنوعی بسیار سریعتر از یک متخصص رادیولوژی میتواند بیماری‌های گوناگون را شناسایی کند. بیمار میتواند در کمتر از 2 دقیقه جواب آزمایش خود را بگیرد. در حالت عادی زمان انتظار حدود 3 ساعت است، ولی هنوز منتقدان زیادی نگران اعتبار این روشند. ادعای اونا اینه که خیلی از این تحقیقات جامع نیستن. بعضیا مدعی شدن که این روش حتی بیمار رو به مخاطره میندازه. کارشناسان معتقدند که مقداری دخالت انسانی برای رفع محدودیت هوش مصنوعی در دسترسی به بعضی از مجموعه‌های داده مفید است.
هوش مصنوعی زمانی موثره که مقادیر بزرگی اطلاعات رو از منابع متعدد به دست بیاره، ولی موضوع اینه که همه این داده ها در مکانیزم تشخیص بیماری هوش مصنوعی شامل نشدن. این گاهی ناشی از خطای انسانه، گاهی همه داده منتقل نمیشه، یا ممکنه نحوه ورود داده به سیستم مشکلی داشته. یک مطالعه دانشگاه واشنگتن در سال 2021 نگرانی جدی را آشکار کرد. هنگام آزمایش مدل‌های هوش مصنوعی متعدد برای شناسایی کرونا، محققان متوجه شدند که این فناوری به جای یادگیری پاتولوژی‌های مربوط به کرونا، تمایل دارد برای تشخیص از روش‌های میانبر استفاده کند. یکی از آنها ربط دادن این عامل بیماریزا به عوامل پزشکی نامربوط مانند سن بیمار بود. این روش شانس تشخیص درست را کاهش می‌دهد. میشه با اطمینان گفت که هوش مصنوعی در سطح فعلی بی عیب و نقص و کامل نیست. ممکنه گاهی اشتباه کنه. ولی حامیان هوش مصنوعی میگویند مزایای آن بسیار بیشتر از معایبش است. به تازگی بیمارستان سن مایکل در تورنتوی کانادا شروع به استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای کمک به تشخیص بیماری‌ها کرده. این کار نرخ تلفات بیماران مبتلا به وضعیت‌های خطرناک را 20% کاهش داده. با استفاده از هوش مصنوعی واتسون شرکت IBM، متخصصان پزشکی دانشگاه توکیو امیدوارند که بتوانند زنی مبتلا به سرطان خون را درمان کنند. واتسون تبدیلات ژنتیکی بیمار را تحلیل می کند و به نظر می رسد که تعداد این آسیب‌ها بیش از 1000 مورد است. واتسون 10 دقیقه‌ای انجامش میده، ولی انسان وقت لازم داره تا انجامش بده. پزشکان منتظرند تا نتیجه آزمایش واتسون روی زن بیمار مشخص شود، ولی استفاده از این روش سوالاتی درباره جنبه‌های قانونی و اخلاقی را مطرح کرده. همیشه احتمال اشتباه وجود داره. این ممکنه مشکل بیمار رو افزایش بده و حتی منجر به مرگش بشه. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بسیاری خواهند پرسید که چه کسی یا چه چیزی مسئول است. برداشت حقوقی در چنین موقعیت‌هایی ممکنه سخت باشه. پزشک مقصر بوده، برنامه‌نویس مقصر بوده، خود هوش مصنوعی مقصر بوده. شاید مثل فیلم‌های تخیلی هوش مصنوعی رو محاکمه کنیم تا مشکلی برای شرکت‌ها ایجاد نشه. حقوقدانها میگویند درباره این فناوری نگرانی‌های بزرگتری وجود دارد. یکی از آنها نحوه کسب داده شخصی و به اشتراک گذاری آن است. هوش مصنوعی اول از طریق سابقه پزشکی درباره یه بیمار چیزایی یاد میگیره و به اشتراک گذاشتن این داده با سازمان‌های دیگه ممکنه مغایر حق حریم شخصی بیمار باشه. در سال 2020 کلینیک مایو، یک مرکز پزشکی مشهور در آمریکا که در زمینه سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی تخصص دارد، متهم شد که عامدانه داده‌های بیماران خود را با تعدادی از شرکت‌های هوش مصنوعی به اشتراک گذاشته. برای مقاصد تحقیقاتی بود، ولی در این مورد به بیماران اطلاع داده نشد و میشه درک کرد بعضیا میگن این خیلی غیر اخلاقیه. متخصصان حقوقی درباره یک مورد دیگر نقض حریم شخصی نیز هشدار می‌دهند. هوش مصنوعی یک بیمارستان می‌تواند اطلاعات بیماران را از مؤسساتی مانند بانک‌ها یا شرکت‌های بیمه بگیرد که بخشی از صنایع پزشکی یا فناوری نیستند. این ممکن است در سبک زندگی بیمار اختلال ایجاد کند. میتونه روش تشخیص بیماری یا نحوه تجویز دارویی و نتیجه درمان رو تغییر بده. این میتونه روی نحوه رفتار عادلانه با گروه‌های مختلف مردم تأثیر بزرگی داشته باشه. این الگوریتم‌های هوش مصنوعی ممکن است مشکلات دیگری نیز ایجاد کنند. مشخص شده که در ایالات متحده نقص‌هایی در تجزیه و تحلیل بیماران رنگین پوست وجود دارد. بیشتر اطلاعات مورد استفاده برای آموزش هوش مصنوعی فقط از 3 ایالت آمریکا گرفته میشه و طبیعتاً این مجموعه داده گستردگی کافی نداره. ممکنه باعث بشه که هوش مصنوعی برای افراد رنگین پوست با تاثیر کمتری کار کنه. داروهای کمتری به گروه‌های اقلیت تخصیص میدن، چون اونها عقب دسترسی کمتری به خدمت درمانی دارن. بنابراین نسبت به سفیدپوست‌ها از منابع کمتری برخوردار میشن. این باعث میشه که هوش مصنوعی فکر کنه بیمارای رنگین پوست از چیزی که واقعیت داره سالم‌ترن و در نتیجه به اونها اولویت پایین‌تری داده میشه. منتقدان معتقدند که این ممکن است به تشخیص کمتر بیماری‌های گروه‌های اقلیت و خطاهای درمانی از جمله تجویز داروهای نادرست منجر شود. ولی توصیه دهندگان هوش مصنوعی در بیمارستان‌ها میگویند بسیاری از مراکز پزشکی در حال گسترش سوژه‌های آزمایشی خود هستند و در بلند مدت افراد رنگین پوست نیز از وجود هوش مصنوعی در بخش درمان بسیار منتفع خواهند شد.
فناوری دائم در حال رشده و به تدریج برای مقاصد تحقیقاتی دسترسی بیشتری به جمعیت‌های اقلیت پیدا می‌کنه. این به خصوص برای مردم کشورهای کمتر توسعه یافته اهمیت داره. برای مثال تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی بیمارستان‌های فاقد متخصص رادیولوژی دارن. خوشبختانه هوش مصنوعی داره به پر کردن این شکاف کمک می‌کنه. به خصوص کشورهای آسیایی به پیشتازان استفاده از هوش مصنوعی در بخش درمان تبدیل شدند. پیشتاز همه آنها نیز ژاپن است. سیستم واتسون در بیمارستان توکیو به تشخیص بیماری‌ها کمک می‌کند و اکنون می‌خواهیم دلیلش را ببینیم. پزشکا وقتی شگفت زده میشن که می‌بینن واتسون نشون میده تشخیص اولیه نادرست بوده. این زن نوعی سرطان خون کمیاب داره. به همین علت درمان‌های قبلی کارساز نشده. داشتن یه بیماری دیگر رو درمان می‌کردن. پزشکان با داشتن اطلاعات جدید برنامه درمانی زن بیمار را اصلاح می‌کنند و وضعیت بیمار به سرعت بهتر می‌شود. چیزی که جون این زن رو نجات داد این بود که هوش مصنوعی الگوهای اونو شناسایی کرد، کاری که پزشکان نتونستن انجام بدن. ولی این نتیجه سوال مهمی را مطرح می کند. کادر درمان به این سوال اهمیت زیادی می دهند. اگر هوش مصنوعی از متخصصان پزشکی دقیق‌تر و موثرتر عمل کند، این روند چه تأثیری در آینده نیروی کار بخش درمان خواهد داشت؟ متخصصای پزشکی درباره این وضعیت خیلی نگرانن. فناوری بسیار خودکار و کاملا متکی به خود میشه. پس به کارگیری وسیع‌تر هوش مصنوعی ممکنه باعث بیکاری افرادی با تحصیلات بسیار بالا مثل پزشکا، پرستارا و تکنسین‌های درمانی بشه. این نگرانی عادیه، چون هوش مصنوعی برای انسان‌ها دلسوزی نداره. نقش هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف درمان در حال افزایشه. در نهایت در نحوه ارائه خدمات درمانی تغییر ایجاد میکنه و شغل‌های مختلفی در بخش درمان به وجود میاره، ولی بعیده که به طور کامل جایگزین کادر درمانی بشه. نفوذ هوش مصنوعی در پزشکی احتمالاً بسیار کند خواهد بود و این به مؤسسات درمانی فرصت میدهد تا عوامل مختلفی از جمله نحوه آموزش کادر خود را اصلاح و تنظیم کنند. طبق یک تحقیق جدید، هوش مصنوعی احتمالاً طی سالهای پیش رو فرصت‌های شغلی در بخش درمان را 15% افزایش خواهد داد. از قدیم گفتن وقتی یه در بسته میشه یه در دیگه باز میشه. افراد زیادی میگن که استفاده از هوش مصنوعی تعداد زیادی شغل برنامه‌نویسی هوش مصنوعی ایجاد میکنه. ولی به نظر من باید درباره این تصور محتاط باشیم. باید مطمئن بشیم که شغلای محبوب خودمون رو از دست نمیدیم. مهمه که بدونیم کارکرد هوش مصنوعی زمانی بهینه میشه که به شکل کاملا خودکار عمل نکنه، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی برای کادر پزشکی مورد استفاده قرار بگیره. یک مثال خوب درباره این همان زن مسن ژاپنی است که به کمک واتسون جانش نجات داده شده. او از بیمارستان مرخص شده و درمان را در خانه ادامه میدهد. داره خودش رو اداره میکنه و مهمتر از همه اینه که زنده است. میتونه از هوش مصنوعی تشکر کنه. تردیدی وجود نداره که هوش مصنوعی نقش مهمی در آینده بخش درمان داره. کی میدونه که فناوری تا کجا میتونه پیش بره؟ با ادامه وارد شدن هوش مصنوعی در سیستم درمانی ما، بحث‌های اخلاقی و حقوقی مربوط به آن مطمئناً داغ‌تر خواهد شد. آیا هوش مصنوعی واقعاً اتکاپذیرتر از یک انسان پزشک است؟ آیا بیماران جمعیت‌های اقلیت را عادلانه درمان خواهد کرد؟ و اگر چنین نیست، چه کسی یا چه چیزی مسئول خواهد؟